بود نبود یک زرافچه بود. او ارکه مادر بود و سیب رو خیلی دوست می داشت. حتی در خوابش هم سیب رو می دید. خوب olacağım ben. Kız basayru gaştmire. زرافچه با مادرش به سیر و گشت رفت. زرافچه درخت سیب رو دید و دوام به سوی او رفت. مادر جان با من سیب دهید. خواهش کرد زرافچه. زرافه مادر یک سیب رو کند. زرافچه تیز دهانش را کشد تا اینکه تیزتر سیب را خورد. زرافه مادر سیب را به زرافچه زود هوا داد. سیب خطا خورده به دهان زرافچه نرسید. در این حالت خرپشتک روی زمین خواب بود. سیب به پشت خرپشت بود. خرپشت حیران با این طرف و آن طرف نگریست. خرپشتک سیب رو در پشتش دیده خیلی هم خرسند شد و به سوی خانهش شادان شتافت. مادر جان سیبم کجا شد؟ نمیدونم. هیچ گپ نه دیگرش رو میدیم. زرافه مادر باز یک سیب دیگر گرفت و به زرافچه هوا داد. در این حالت خرپشت مزه خورک باز سیب رو داشت و به سوی خانهش دوید. سیب مرا خرپوش سیبت رو خرپوش خیر هیچ گپ نه. شاید خرپوش سر بچه است و بچه هایش گرسنه. تربوز؟ این را من برای شما آوردم. مرحمت گیه. با مزه بودکیست. البته با مزه. هر سه خوشحالانه تربوز خوردند. از همان روز زرافچه دوستی نو پیدا کرد. اکنون تربوز رو هم دوست می داشت.